هذا النور شفاء صدور. 15 سال قبل وکیل دفاع یعنی ادوکات شده کار میکردم. روز صبح به کار روانه بودم و باید تا شب به خانه برنمیگشتم. نزد در کارگاه که رسیدم به یادم رسید که یک چند سند مهمی را در خانه فراموش کردم. فوراً به ماشین نشسته به سوی خانه حرکت کردم. وقتی که به خانه رسیدم دیدم که مرد بیگانه با همسرم همبستر شده است. نمیدانستم که چیکار کنم. خودم وکیل بودم و قانون را خوب میدانستم. اگر آن مرد را میکشتم به سر خود مشکلی ایجاد میکردم، چون که هیچ شاهدی نداشتم. تصمیم گرفتم که به مرد هیچ کاری نکنم و به او گفتم از خانه من بیرون برو و من این کار را به خدا میسپارم. او به من خندید و رفت، یعنی به عقل من میخندید که به او هیچ کاری نکردم. وقتی که او رفت به همسرم گفتم وسایلت را جمع کن، به خانه پدرت میرویم، از هم جدا خواهیم شد. خانه پدر زنم در یک شهر دیگر بود. در راه فقط به آن حادثه فکر میکردم و بغض گلوگیرم میکرد. چون به خانه پدر عروسم رسیدیم من حادثه را به خدا سپاریده بودم و نخواستم که آبروی همسرم را ریزانم و به خانواده زنم گفتم ما با هم موافق نیستیم و میخواهیم که از هم جدا شویم. خانواده همسرم در حیرت ماندند و گفتند که شما تا این دم با هم هیچ مشکلی نداشتید. من باشم پیوسته تاکید میکردم که ما با هم موافق نیستیم و باید جدا شویم. وقتی برگشت زنم به من گفت واقعا مردی با شرفی بوده ای و تو خیلی بزرگ هستی که آبرویم را نریختی. من در جواب گفتم که بیرو از کاری کرده نزد خدا توبه کن. خلاصه از هم جدا شدیم و مدتها درگیر آن حادثه بودم. هرگاهی که در تلویزیون یا در کوچه کسی را در حال خنده می دیدم آن مرد پیش رویم می آمد که هنگامی رفتن به من می خندید. بعد از چند دوباره ازدواج کردم و یک زنی با تقوا و صالحه نصیبم گشت. سالها گذشت و بعد 15 سال من قاضی دادگستری شدم. روز یک پرونده قتل را نزدم گذاشتند و قاتل را داخل آوردند. به نظر می رسید که آن مرد را جای دیده بودم. بعد کمی فکر کردم به یادم رسید که او همان مردی است که با زن قبلی هم همبستر شده بود، اما او مرا نشناخت. با او گفتم قضیه را نقل کن، چرا به قتل محکوم شده ای؟ او گفت وقتی به خانه آمدم مردی را دیدم که با زنم همبستر بود. نتوانستم پیش راهی خشمم را بگیرم و او را به قتل رسانیدم. گفتم شاهد داری؟ گفت نه. گفتم اگر راست میگویی پس چرا زنت را نیز نکشتی؟ او گفت او فرار کرد. گفتم باید او را نمیکشتی، چون قانون میگوید که 3 شاهد ماجرا را باید میدیدند. او گفت جناب قاضی اگر این حادثه در سر شما رخ میداد آن مرد را نمیکشتید؟ گفتم نه، در زمان قاضی نیز این حادثه رخ داده بود و به مرد هیچ کاری نکرد. بعد این به یادش رسید که من همان وکیل 15 سال پیش هستم. گفتم آن وقت تو را به خدا سپاریدم و حالا باشد با نوک قلم حکم قتلت را امضا میکنم، چون طبق قانون آن مرد باید اعدام میشد و من نیز حکم قتلش را صادر کردم. این بود یک قاضی با ایمان مصری با نام محمد علی در کتابش از حیات خود چنین قصه کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.